با درود به دوستان و همراهان همیشگی خودمون میریم برای لایو امشب که در ارتباط هست با اون چه که دارن مردم رو میترسونن در ارتباط با جنگی که در پیشه و اینکه هیچ جنگی نمیتونسته بدتر از جنگی باشه که ما نزدیک نیم قرن با حاکمیت دیکتاتوری به اسم من الان میخواستم اینم بذارم که برای لایو یوتیوب رو میرم گاهی اوقات خوبه چون کم کم میخوایم یوتیوبمون رو راه اندازی کنیم و در کنار مسئله‌ای که در ارتباط با این جنگ هست میخواستم یادی بکنیم از آسیب دیدگان این جنبش و یکی از این آسیب دیدگان عزیز ما متین منانی هست که از هر دو چشمش نابینا شده ولی در عین نابینایی بسیار امیدوار هست و داره برنامه ریزی میکنه. بانو فریال من شما رو دعوت کردم و دوستانی هم که درود بر شما. من هستم ولی شما من نمیبینید ولی من شما رو میبینم. متاسفانه به خاطر همین ریپورت ها نمیتونم ببینم ولی دوست داشتم اگر اجازه بدید ما یه نگاهی هم به متین داشته باشیم. وضعیت درمان چشما چجوریه، روند داره چجوری پیش میره، اینا قرار شده بود که یک ویدیوی کامل بگیرم و همه چی رو در موردش توضیح بدم. امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. من یه خواهشی از شما دوستان عزیز دارم. این مسئله که میخوام راجع بهش صحبت بکنم اینقدر مهمه در زندگی من و بقیه دوستانی که چشماشون رو از دست دادن که ازتون میخوام اینو شیر کنید، استوری بذارید و برای هر کسی که فکر میکنه یک کاری از دستش برمیاد برای اونا بفرستید تا ما به یه نتیجه برسیم. لطفاً یک نفر هم که میتونه به ما کمک بکنه توی این مسیر، یه کانکتی باشه، یه ارتباطی بشه برای مایی که چشممون رو از دست دادیم و میخوایم دوباره چشممون ببینه، خیلی خیلی مهم و تاثیرگذاره. وضعیت روند چشمای خودم چون طبق گفته پزشکی قانونی خودشون انقدر از فاصله نزدیک شلیک شده به صورت با شاتگان که هم خود ساچمه باعث آسیب دیدگی شبکیه و عصب شده و هم گرمای ساچمه باعث شده که شبکیه، حالا اینکه داره میره خب قرنی، زجاجی، زلالی، تمام اجزای چشم در هم کوبیده و اون گرمای ساچمه هم باعث شده که عصب و شبکیه بسوزه. برای همین فعلا عملهایی که خیلی داره صورت میگیره، خب دوستان همه آشنایان خیلی خیلی محبت دارم به من، همین شما دوستان عزیزی که داخل اینستاگرام هستین خیلی محبت داریم به من و هر دفعه خبرهایی که داخل دنیا پخش میشه راجع به خب من از همه خواهش میکنم که به کانال یوتیوب متین بریم. من اینو باز کانالش رو بهتون نشون میدم، بریم و ازش حمایت کنیم. این کانال یوتیوب متینه، بهش امید بدیم و این کمکی که داره میکنه میخواد که هر کس تو هر جای دنیا اطلاعاتی رو که در ارتباط با عمل چشم هست رو بهش خبر بدن و بعد خب حتما یک کمک‌های مالی هم نیازه. اما قبل از کمک‌های مالی اون چی که نیاز هست اطلاعات درستیه که این بچه‌ها بهش نیاز دارن. اینا کسایی هستن که توی ایران هستن و توی ایران میخوان که بمونن و نباید تنهاشون بگذاریم. به خصوص متین یه فروشگاه زده بود و توی فروشگاهش لباس آنلاین میفروخت، منم ازش خرید کردم
و مثل این که دیگه فعالیت چون گفت مشتریاش خیلی کم شدن و دیگه جنسی نیاورده. اما اگر بتونیم این کانال یوتیوب این رو به اندازه‌ای برسونیم که اقلا 1000 تا سابسکرایب داشته باشه و اگر شد بیشتر چرا که نه، ولی باید اقلا 4000 ساعت دیده شده باشه که بتونه یک منبع درآمد حتی اندکی براش باشه. پس اگر هر کدوم از ماها بتونیم بریم کانالش رو سابسکرایب کنیم و بگذاریم توی روز هر کدوممون هر وقت کاری داریم میتونه لپتاپمون کار دیگه ای رو بکنه، بذاریم برنامه‌های این جوون که هر کدومش این برنامهش حد اکثر 12 دقیقه است. یه برنامه هم داره که 26 دقیقه است. اگر کمک کنیم به چرخه خیلی خوبه. جانم من الان زدم متین منانی تو یوتیوب چیزی نمیاد بالا. چرا باید بذارید چیز زدید؟ این متین منانیه، بذارید من اون بهتون نشون بدم. این یوتیوبه، این متین منانی. تو یوتیوب منم تو یوتیوب هم الان. اوکی حالا دوباره میزنم. آها اون اتم زدید اولش بیاد. بله منانی. اوکی اومد؟ نه هنوز نه. خب پیداش میکنید، میتونید پیداش پیدا میکنم. کنید. بله حتما پیداش اینو میکنم. حتما پیدا کنید و به دیگران هم بگید من چه بله پیداش کردم الان پیدا کردید. بله. خب اینو به دیگران معرفی کنید به خاطر اینکه این خیلی مهمه که حمایت بشه ازش. این حداقل کاریه که ما میتونیم بکنیم که بازدیدش بره بالا، چون 4000 ساعت خیلی ساعته، میدونید خیلی ساعته برای اینکه یک کانال یوتیوب بتونه به یه درآمدی برسه. و بعد اونم که با توجه به اینکه توی ایرانه نمیدونم چقدر میتونه براش منبع درآمد باشه. اینو میتونم ازش بپرسم که ببینم که تو ایران اینو باز کردن براش یا توی خارج از کشور. به هر حال بهش کمک کنیم. و این من فقط یه بار ازش پرسیدم که چرا کامنت های یوتیوبش رو بسته، چون که کامنت نمیگذاره برای یوتیوبش که آدم براش چیزی بنویسه. اینو جوابی نداده، ولی خب باید دوباره ازش بپرسم که مشکل چیه، که چون مهمه که بتونیم برای این پسر نازنین ما کامنت هم بگذاریم، چون کامنت ها کمک میکنه به دیده شدنش. این صحبتیه که در این رابطه من میخواستم انجام بدم و حالا میمونیم برای ادامه برنامه که میتونم الان اینجا رو بسپرم به شما و در خدمت شما باشم. مرسی، ممنون از شما که وقتی به من میدید. درود بر همه عزیزانی که همراهی میکنم ما رو. در مورد اینه که خانم محبی الان شدیداً حکومتی‌ها افتادن در واقع به جون مردم و دارن اونها رو میترسونن. ترس جنگ که اسرائیل داره به ایران جنگ میکنه و این آقایی که واقعا نمیدونم این اسم از کجا برای خودش پیدا کرده، چون معمولا این آدمای واقعا کثیف حکومتی اگر دقت کرده باشین همشون یک فامیلیای خیلی زیبا و در واقع دهن پرکنی دارن که من مطمئن هستم که این فامیلیای اصلی اینها نیستش. حالا همین که من همیشه بهش میگم زشت کلام، چون هیچ وقت این لغت زیبا رو بکنه. این آقای زشت کلام شدیداً داره تبلیغ میکنه برای حکومت و داره پیشنهاد میده که در میادین شهرهای مختلف به خصوص مشهد، همون صیغه خونه بزرگشون، از مردم نظرخواهی بکنن که ببینن که حتی تایید میکنه نه رفراندوم بلکه یک نظرخواهی، نظرسنجی که آیا اگر جنگ اسرائیل بشه مردم پشت حکومت هستن یا نه. و باز تایید و تاکید میکنه که نرین فقط از خانمای چادری یا زنای چادری سوال کنین، از همه، از زنای بی‌حجاب، خانمای بیروسری یا بدحجاب. سناریو رو براشون آماده میکنن. یعنی اینا، ببخشید خانم محبی واقعا معذرت میخوام از همه کسایی که اینجا هستن، ولی مجبور آدم این لغات رو برای اینا به کار ببره. عجب حرومزاده هایی هستن. بله این که بعد در جای خیلی قشنگ میگه که
بله من میدونم. مثال میزنی که اگر حالا حتما مردم ملت عزیز توی سایت یوتیوب دیدن، ولی اگر کسایی که تو ایران با یوتیوب مشکل دارن در حال به خاطر اینترنت، در جای میگه که مثلا اگر شما حاضری بچه خودتو بزنی یا دعواش بکنی هیچ مسئله نی، ولی اگه مثلا بقال سر کوچه بچه‌تو بزنی میری دل و جیگرشو میاری پایین، میری فلان میکنی بسار میکنی. بله من میدونم حکومت اسلامی خیلی کارهای اشتباهی کرده، ولی با این حال ازش حمایت میکنم در برابر اسرائیل. و فرق من با اونجا این لغت رو به کار بره آقای رضا پهلوی همینه که اون اونجا نشسته به اسرائیل میگه بزن، ولی من اینجا با این که میدونم حکومت بده میگم پشت حکومت وای میسم، تو بچه منی، من باید از تو حمایت کنم. اینو واقعا ما مردم باید فکر میکنم مردم ایران همه باهوش هستن، ولی یک ساده لوحی خاصی هم ما این رو داریم خانم محبی، خیلی راحت به یه سری حرفا حواسمون باید خیلی باشه. این حرومزاده ها الان این سناریوی جدیدشونه که درست کردن که مردم پشت ما هستن به خاطر جنگ. آقای زشت کلام، مردک ابلهی که خودت یکی از تروریست های زمان 57 هستی، اقرار کردی با خبرنگارا به زبان انگلیسی حرف زدی که چطور اسلحه را از فلسطین می آوردین ایران، چطور آموزش های نظامی اون موقع رو به همه میدادین و خودت هم یکی از اونها بودی. مردک ابله، رهبر تو که موشلیس اسمش رفته خودشو قایم کرده، بعد چطور تو داری از مردم این سوالو میکنی؟ از کدوم مردم؟ از همونایی که کارت اینترنت سفید دارن، از همونایی که کارتای مخصوص بنزین دارن، از همونایی که طول سگاشون تو اروپا و آمریکا دارن رو کشتیات شیشه‌های شامپاین رو باز میکنن و دختراشون تو دیسکو هستن؟ کی باید بیاد بگه که از این حکومت کثیف اسلامی میخواد حمایت بکنه در برابر اسرائیل؟ بعدم شما که میگین که اون موشلیتون که گفت تو این 12 روز اسرائیل و آمریکا اومدن از ما سیلیشون رو خوردن، کتکشون رو خوردن و رفتن، حالا تنبیه شدن. بله تنبیه هم شد. شما که تنبیه شدن، حالا دیگه چرا به تک و تاب افتادید که مردم رو بتونید اینطور؟ واقعا خیلی جالبه خانم محبی، خیلی صحبت کرده و واقعا مردم باید حواسشون باشه. یکی این سناریو، یه سناریویی که از دیروز سال حتما شما هم دیدین، من راستش وقت نکردم میخواستم یه چیزی راجبش درست کنم. 2 تا آخوند تو تلویزیون دارن با هم بحث و جدل میکنن. یا آخوندی داره مثلا به قول خودشون پته پوته اماما رو میریزه رو آب. دیدین اینو خانم محبی؟ بیشتر بله دیدم، ولی فقط خندیدم و گذشتم و افسوس خوردم که بچه‌ها دارن اینو تو فضای مجازی نشون میدن. دقیقاً ما باید کاری که میکنیم اینه که اینا رو نشون ندیم، چون اینا این کارا رو میکنن که ما یادمون بره جنگل آتیش زدن، ما یادمون بره دارن اعدام میکنن، ما یادمون بره که فردا دادگاه بچه‌های اکباتانه. و من نمیدونم با چه زمانی باید به مردم گفت که اینها رو محل نذارید، نگاهشون نکنید. اینا الان دارن تا حالا اصولگرا و اصلاح طلب خوب و بد بودن، حالا شدن که آخوندا رو خوب و بد کنن. مثلا میگن ببینید آره این آخونده هم داره میگه آخوند خوبم ما داریم برای آینده، دقیقاً آخوند خوبم برامون نگه بدارن. بعدم این مردم، یعنی واقعا دلم میسوزه برای اون مردمی که نتونن بفهمن که این حرفایی که شما دارید میزنید به خاطرش جوانای ما رو اعدام کردید. به جای این حرفا در زندانا رو باز کنید. اگر راست میگید در زندانا رو باز کنید، در خانه‌های عفافتون رو ببندید. آخوندایی که دولتی و حکومتی هستن برشون رو گم بکنن. این همه آخوند رو از حوزه هاتون بیرون کنید. این که اونا نشستن حالا مردم به سناریو درارم خانم محبی، در جایی که یکی از همون آخوندهایی که طرف مقابل مثلا این آخوند خوبه نشسته داره بهش بد و بیرا هم میگه، حتی 2 3 تا لغت زشت و بعدم به کار برد که تو چرا لباس مقدس پیغمبر رو تنت کردی؟ کدوم لباس مقدس؟ عربا اون لباس عربیه. بن سلمان هم الان اون لباس تنشه، پس باید بگیم بن سلمان هم مقدسه؟ واقعیت رو برید خانم این لباس هیچ ربطی به مثلا لباس پزشکی پوشیده بابت زحمت یه مشرفی که گفت خورتن این لباس تو تنشون برازنده تر.
الان همه اعراب این لباس تنشون. پادشاه قطر هم وقتی حتی همین هفته پیش که بن سلمان رفت پیش ترامپ، کنار ترامپ نشست، اون لباس تنش این لباسشونه، به خاطر گرمای زیادیه تو کشورشون این لباس دراز تنشون میکنن، اون یه رو میذارن سرشون که آفتاب به مغز پوکشون نخوره. این لباس پیغمبر چه مزخرفات چیه که تو گوش مردم. اصلا دیگه مردم فاتحه پیغمبر رو خوندن. ببینید یه چیزی هست، اینا دیگه اینقدر همه چیز لوس شده. یه بار مثلا یه موقع مردم فکر میکردن اگر از این عامه بگن، از پیامبر بگن، سوسک میشن. حالا دیگه نه، کسی سوسک نمیشه. تازه خیلی هم الان خیلی دیگه از اونم گذشته که اگر کسی به اینا فوش بده میشه آدم روشنفکر یا یک آدم شجاع. این کاراتون منو یاد زمان شاه میندازه که مد شده بود که هر کسی یک کتاب چین سرخ بگیره دستش و یا چند تا کتاب دستش باشه، یه جوری که داره کتابخونه حمل میکنه. من شما اون روزا یادتون نیست، ولی من یادمه که ما که میرفتیم دبیرستان، یکی از دبیرستانی شدنهای ما این بود که دیگه کیف نگیریم دستمون، کتاب و دفترچه رو اینجوری میگرفتیم از این اتوبوس به اون اتوبوس، بدو تو خیابون. پوزمون این بود که کتاب داریم حمل میکنیم. در نتیجه این جستای الانه دیگه خریداری نداره. یه موقع اینا اگر یه موقع ببینید که مهم بود اگر کسی عمامه یا آخوند رو مینداخت بالا. حالا خودشون دارن چجوری داستانا و روایات خودشون رو به تمسخر میگیرن. اما یه چیزی رو باید بهتون بگم، اون چی که خطرناکه داره اتفاق میفته و ما داریم ازش میگذریم اینه که اینا این مزخرفاتی رو که میگن توی هیچ روزنامه حکومتی، توی هیچ سایت حکومتی نوشته نمیشه که بعداً ثبت تاریخ بشه. اینها چیزهایی رو می نویسن که بعداً یک منبع تحقیقاتی بشه برای نسل‌های آینده. من امروز وقتی داشتم با چت جی پی تی مطلبم نوشته بودم برای کنفرانسی که میخوام برم، همه چیزم خودم راضی بودم، نتونستم با چت جی پی تی به اون تغییراتی که میخواستم برسم. آخر سر گفتم اصلا خودم نمیخوام. بعدی که بهش گفتم که داره پهلوی ستیزی میکنه، گفت نه من خب راست میگم، من منابعمو از همین اینترنت داره میگیره. و وقتی شما میگید توی اینترنت انقدر در رابطه با پهلوی مطلب کمه، مطلبایی که به عنوان یک منبع تحقیقاتی بشه بهش اشاره کرده، نه که فریده محبی حرف بزنه یا زیبا کلام بخواد حرف بزنه. اون چیزی که بشه به عنوان مستندات تاریخی بهش اشاره کرد انقدر اندکه که این میره اونایی رو که منبع تحقیقاتی هست پیدا میکنه همه جا بد گفتن. متوجه شدید؟ و ما باید این روایات رو، ثبت روایات رو بسیار جدی بگیریم. بفرمایید، من زیاد صحبت کردم. نه خواهش میکنم. نه منظور همین بود که واقعا مردم باید الان آگاه باشن، یه موقع گول اینا رو نخوره. الان دارن آخوند خوب و آخوند بد درست میکنن که اگر بد رو مثلا بعد از انقلاب واقعی ایران از بین رفت، هنوز ما یه آخوند خوب داشته باشیم که اگر خواستیم دخترامون و بچه‌هامون خواستن ازدواج کنن، باز این آخونده رو بیاریم برامون صیغه عقد بخونه. اگه بچه‌مون به دنیا اومد باز بیاد اون اذان کثیف رو تو گوش بچه‌هامون بخونه. اینو باید ما بهش دقت کنیم. اینو باید ما واقعا، ما ایرانی‌ها باید این رو بهش پابند باشیم که ما آخوند دیگه نمیخوایم. مردم باید خودشون به این آگاهی برسن که میدونید یه چیزایی، یعنی توی شرایط الان اینه که وقتی شما میفتید توی اون غلطکی که حاضر به تغییر کردن هستید، درود بر شما آقای کوروش و درود بر شما آقای رضا، وقتی شما توی اون غلطکی میفتید که میخواید تغییر بکنید، حاضرید بپذیرید، حاضرید با کسایی که آگاهتر و داناتر از شما هستن باهاشون صحبت کنید. اما اگر که به اون درجه از آگاهی نرسید، هر کسی هم که بخواد به شما رو بیدار کنه نمیتونید، گوش نمیدید. و این الان دیگه مردمی که ببینید، من امروز پای یکی از پستام یه چیز خنده‌دار نوشته بود که گذاشتم که طرف بر من نوشته که خجالت نمیکشی، ندیدی که توی جنگ 12 روزه اگر که آمریکا به داد اسرائیل نرسیده بود، با حملاتی که مثلا ایران داشت میکرد، اسرائیل با خاک یکسان شده بود.
یعنی من نمی‌دونم. یعنی اینا انقدر ابله هستن خانم محبی، یا اینکه نه ابله نیستن فریال جان، اینا دارن دروغ هاشون رو ثبت و تکرار میکنن. و یه چیزی هست که آفریقایی‌ها بهش خیلی اعتقاد دارن و اینا توی خرافات آفریقایی‌ها خیلی کار میکنن. آفریقایی‌ها همیشه میگن که اون چرا که میخوای اتفاق بیفته با باورت هی تکرارش کن، مطمئن باشه اتفاق میفته. خب حالا اینا پولشو که دارن، همه چیشو دارن، حالا اینطوری تکرار میکنن، بعدا میگن بالاخره جا میفته، بالاخره یه نفر ممکنه که قبول بکنه، یه نفر بالاخره برای بینای بین خداشون که هست. ببینید مثلا حالا ما خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، محمد نوریزاد وقتی که برمیگرده از حاکمیت میاد، وقتی با بچه‌هاش صحبت میکنه، اون اوایل که من دنبالش میکردم، میگه که من به خیلی از بچه‌هام خجالت میکشیدم که وقتی سر ظهر بود هر جای بیابونی که بودیم میبایست وایسیم زیر همون آفتاب همه نماز بخونیم. اگر بچه‌ها میگفتن بریم یه جایی که سایه باشه میگفتم نه، و بچه‌هاش هم اون نظم و دیسیپلین اینو پذیرفته بودن، چون باباش بوده زور گفته دیگه، درسته. اما وقتی که این پدر برمیگرده هست که بچه‌هاش میرن کلاس موسیقی، ببینید اون دیسیپلین پدر، اون فشار پدر توی ذهن و روان بچه‌ها بی تاثیر که نیست. وقتی ایشون میاد اینطوری حرف میزنه، لابد با بچه‌ش هم این حرفو میزنه، بچه‌ش هم حرف باباشو باید باور کنه دیگه. باباش هم میگه همه اینا که تو فضای مجازی همه دروغه، علیه ماست. خب خانم محبی، این چیزیه که برمیگرده باز به تربیت و قسمتی از فرهنگ ما که ما اون روحیه سوالگری و پژوهشگری و نداریم، واقعا نداریم. خانواده ها، پدر مادرها بچه ها رو همیشه طوری بار میارن که اجازه سوال کردن نداشته باشن. یه چیز خیلی بزرگیه، ما هممون داشتیم ها. هر کس بگه ندارم، ببخشید من باورم نمیشه، خود منم داشتم، حتما هممون داشتیم، چون جزئی از فرهنگ، جزئی از مذهب، جزئی از تربیت های ماست که بچه رو ما بهش اجازه نمیدیم سوال کنه. بچه باید اون کار رو بکنه که پدر و مادر میگه، و بعد به مشکلاتی که میبینید چقدر خانواده ها مسائل خانوادگی و مشکلات خانوادگی دارن، موقعی که یک پسری مثلا یک پسر بچه بعد بزرگ میشه، ازدواج میکنه با زنش و مادرش چه مشکلاتی داره، اینا همش مال اینه که روحیه پرسشگری رو از ما گرفتن، همش به ما گفتن هیچی نگو. این همین برمیگرده به این حرفی که میزنین آقای نوریزاد احمق ابله به بچه‌هاش اونجور فشار می آورده و بچه‌ها رو مجبور بودن گوش بدن دیگه. آقای نوریزاد بچه مثل من داشت همچین غلطی رو نمیتونست بکنه. خانم محبی ببینید نگاه کنید، باید اینم من با بدونیم که من همیشه میگم این فرهنگ تشیعه که ما رو مقلد بار آورده. بعد پدر و مادری، هر پدر و مادری به بچهش تا اونجا اجازه پرسش میده که سواد جوابگویی داره. ما همیشه یادم، ما که کوچیک بودیم در رابطه با دین یه چیز ممنوعه بود بابتش صحبت کردن. میگفتن اگر راجع به دین بخوای زیاد سوال کنی دیوونه میشه، یا مثلا دیدی فلانی خودکشی کرده بود، چون اگر اون موقع یه دفعه اتفاقی هم میافتاد کسی خودکشی میکرد، میگفت اولین چیزی که پر میکردن همه جا، سالیان سالم راجع به صحبت میکردن. مثلا من یادم توی همسایگی ما توی بچگی تا زمانی که من یادمه، تا قبل از این، یعنی تا به حالم الان توی آشناها ندیدم، ولی بود یه پسر همسایه‌مون بود اسمش داریوش بود که خودشو خودکشی کرده بود، که بعد گفتن که این توی خونه اتاقش کتاب صادق هدایت رو داشته، چون اون موقع می‌خواستن صادق هدایت رو کسی نخونه، به خاطر همین میگفتن هر کس کتاب صادق هدایت رو بخونه دیوونه میشه، خودکشی میکنه، و هر کسی که از دین بخواد سوال کنه اصلا راهی به جز دیوانگی نداره. چرا؟ چون کسی نمیخواست جوابی بده. میدونید در جواب دادن ها میبایست نباشه. منم این واقعا این حرفی که شما میزنید در مورد کتاب صادق هدایت، منم واقعا تو بچگیم شنیده بودم، واقعا این میزدن. حالا شاید نسل جدیدی که الان هم امروز شاید توی این لایف ما باشن شاید نتونم باور کنم، ولی واقعا منم این رو شنیده بودم. من یادم اگر میرفتیم یه دفعه کتاب صادق هدایت رو میخریدیم، جزء کتابایی بود که حتما دور مینداختن پدر مادرم، میگفتن میخوای خودکشی کنی. بله واقعا یعنی این یه چنین چیزایی بود. درود بر شما. من کسی رو نمیبینم متاسفانه. بفرمایید. خانم محبی، حالا بعد از گذشت سالی ما نوشتن اینجا، قبول دارید ما هنوز داره تو جاده جمهوری اسلامی بازی میکنیم؟
من چیکار کنم وقتی میگم چیکار کنم؟ نه من میخوام الان یه دونه هولوش 2-3 روزه که میبینید که 3-4 تا بازیگر حکومتی به آثار تاریخی ما توهین میکنن. درسته؟ اینو دیدید، هممونم دست به دست و هممونم واکنش مجازی نشون میدیم. حالا من یه سوال دارم، این دوستانی که از این کارا رو میبینن در کف اروپا، من خودمو میگم کف اروپا رو دارم، مثل خودمون رو میگیم، مثلا اون صدای بسته داخل ایران ما که صدامون بازه این بر، چرا ماها نمیخوایم واکنش نشون بدیم؟ وقتی ببخشید من حالا با یه سری عزیزان تو دایرکت من باشون گفتیم این مسائل، خب وقتی که ما اون خون رو به اون جمهوری اسلامی تزریق میکنیم، اون جمهوری اسلامی هم همونو ور میداره میبره چیکار میکنه؟ همونو میکنه بازی رسانه‌ای خودش. درسته که داره اینجا تئاتر مخالفت برگزار میکنه به عنوان نمیدونم فلان شاه و فلان چیزم برای ماها میان روزه میخونن اینجاها، ولی همونو تیکتشو جمع میکنه میبره تو کجا؟ صدا و سیما. از فردا به ریش ماها میخندن، میگن رفتیم اونجا 20 دقیقه براشون نمایش اونو گذاشتیم، یه مخالفتی هم گفتیم که اونا خوشحال بشن، پول از زیر دهنشون کشیدیم، حالا شما اینجا چیکار کن؟ سنگو بردار بزن به اونجا. واکنششون چی میشه؟ واکنششون میده که هم اونا رو آتیش میزنی، هم 1 ماه اینا رو 2 هفته سرگرم میکنیم. شما در 1 ماه اخیر ببین، ماها میگیم تو مسیر جمهوری اسلامی داره بازی میکنیم، خیلی ناراحت میشن. ما هنوز تو مسیر جمهوری اسلامی هممون. شما تو این 1 ماه اخیر ببین چند تا اتفاق افتاد. سد کرج به کجا کشیده شد؟ هیچ. سد کرج فراموش شد. الان میگم فراموش. اون جوون بیچاره که رفت زیر خلوارها خاک چی شد؟ فراموش شد. جنگل چی شد؟ فراموش شد. اون یکی چی شد؟ فراموش شد. این دوتا آخوند و این مسخره بازی من نمیدونم. هر دقیقه برای ما سناریو میچینن، هر دقیقه. آقای رضا، اول اینا اومدن اشک ما رو در آوردن با این بازی که کردن، سنگ انداختن به این پازلا، مردم اشک. حالا آوردن یه آخوندی رو گذاشتن داره از حسین و حسن بد میگه، شنیدین دیگه، که مردم دلشون خنک بشه، بگم ببین آخوندرم داره این حرفو میزنه. یعنی هر روز برای ما یه سناریو. من میگم هر روز ما تو جاده جمهوری اسلامی باید قبول کنیم که یه جا باید ما یه جا رو استاپ کنیم. تا ما یه جا رو استاپ نکنیم، وقتی که ببین من یه سری انتقاد کردم، حالا به اون خانم خیلی برخورد، حتی منم بلاک کرد که اصلا مهم نیستش، که گفتم خانم شما کار هنری نمی‌کنید که پرچم شیر و خورشید رو ور می‌دارید میرید داخل اون تئاتر. این هنر نیست. هنر اونی که اون پرچم رو بیاری جلوی همون تئاتر، اجازه ورود مردم رو آگاه کنید. تو که میری اونجا پولو که دادی، پرچمت هم که دیده نمیشه، آیا حالا خودت فیلم بگیری خودت، تو 100 خورده یورو رو واریز کردی. بله دقیقاً. تو خونه شبیه زالو خون نخوره میفته زمین، تموم میشه کارش. ما الان خون رسون اون جمهوری اسلامی شدیم، اینو بیشک باید قبول کنیم. اون رژیم سقوط کرده از خیلی وقته، فقط داره بهش خون تزریق میشه. خونش هم باید ببینید سر ریشه ها کجاست که اون خون وارد میشه. خانم فریال 5 ماه پیش با هم یه لایو داشتیم دیگه، تحریم کردن، بایکوت کردن و باید بیاییم ما تو رأس مغز فکریمون. با این دکور بازی ما هر روز میخوایم ببخشید کتاب آتیش بزنیم، نمیدونم سنگ پرتاب کنیم، هیچ اتفاقی رک و پوسکنده نمیفته. میدونید اینا کارهای نمایشی رو سوار ما کردن، مثل اینکه هنوزم داریم با کلیپ میسازیم پیام میدیم. اصلا کار نمایشی بردن تو فضای مجازی. خانم محبی شما رو مشغول میکنن، شما رو ببخشید یک عالمه. من یه دونه کلیپ فرستادم، حالا دست به دست شما هم میرسونم که اون کلیپ رو نگاه کنید. تو یه دونه همین صحبت بین خودشون داشتن میکردن که حتی بدگویی اعلیحضرت هم اولش بود، ولی آخرای صحبت اون 3-4 نفر برگشتن، میدونی چی گفتن؟ گفتن اصلا ما نگران ایشون نیستیم، ما انقدر مهرهای خوبی داخل اروپا قرار دادیم بین اینا. بله شنیدم. شنیدید اونو شما؟ بله. ما انقدر مهرهای قوی و کار درست کنار اینا قرار دادیم که اینا اصلا حالا اصلا فکرشون نمیکنه. ببین به کجاها لاهای ما رخنه کردن.
رخنه. خیال نکن خانم محبی هر کی اینجا پرچم میگیره، عکس میگیره، میره یه جا نمیدونم شعار میده، از اونی که بیشتر شعار میده از اون بیشتر باید ترسید. حکایت اون طلا فروش و اون ارزم به حضورت اون گاریچی که تو خیابونه طلا فروشه میگن داد نمیزنه، اون گاریچی هر روز داد میزنه تو خیابون. اصلا بیایم ببینیم شما یه خودت مقایسه کن 1400 یه خانم فریال اینجا بالاخره تو اروپا داره زندگی میکنه، قدیمیه. 1401 و یه دونه کامبک بزن رو به عقب ببینید شما وقتی که ما خروشان بود جمعیت ما داخل ایران یا داخل اروپا هیچ حزب و گروهی وجود نداشت خانم محبی، هیچ اکانتا خیلی کم بود، نمیدونم ارزم به حضورت خیلی چیزا کم بود، یوهو میلیونی شد. درست. اون یکی شد بلاگر، اون یکی شد نمیدونم حزب، اون شد گروه، همینجوری گله گله. نمیگم کار بدیه ها، ولی چی میشه که این همه اتحادا یواش یواش سرد شدن مردم. من اینجا نمیرم، این اینجا واسطه، حسن اونجا واسطه چون محمد اونجاست، من اونجا نمیرم. مردم سرد شدن. اون خروش خوبمون هم خاموش کردن. آقای رضا این که ببین من توی جمعی بودم که یه خوردم دلخور شدم ازشون که گفتن نه خلاصه ما اینجایی اونطوری، دیدم که چجوری بهت بگم نمیدونم برای یه عده شده تفریح بیان، بعد ما همینه که شما میگید که این به خاطر این نمیاد اون به خاطر اون، که من میگم هر کسی که به خاطر کسی جایی نمیره در اصل داره نفاق ایجاد میکنه و در اصل راهی رو که باید بره نمیره. این هم که شما میگید که خیلی هاشون فیکن، من خیلی ها رو میدونم باور دارم که فیکن و اتفاقا اونا کسایی هستن که کارهای اصلی رو هم دارن انجام میدن. ولی من برلین 100,000 تا جمع شدن خانم محبی، مگه حزب و گروه اونا رو جمع کرد؟ اون اتحاد مردمی بود که جمع شد. بله. یوهو چی شد بعد از اون برلین؟ این همه گروه از کجا اومدن؟ پشت این گروه ها کیان؟ پشت این حزب ها کیان؟ ببین اینا رو بعد ریشه هاشو ما در بیاریم که اینجا. ولی ما هی بیایم بگیم آقا کتابو پرت کن اینو بچینیم. آقای رضا برای چی باید وقت بذاریم پشت اینا رو بگیریم؟ پشت اینا معصومه ها، فائزه ها، نرگس ها هستن. خب ریشه‌شون رو باید در بیاره خانم فریال که اینا ریشه‌شون کنده شه دیگه. خب اینا همون چیزی که مانوک خدابخشیان گفت یه جمهوری اسلامی اصلی بیرون ایرانه. ریشه اینا اونجایی میشه که من اتفاقا واقعا امروز یه کلیپ کوتاه درست کردم ولی وقت نشد برای خانم محبی بفرستم. من دیروز توی این 3-4 روز اخیر تو صفحه چند نفر رفتم که کسایی هستن که واقعا به حکومت از صبح که میشه بد و بیرا میگن و به قول معروف مخالف حکومت اسلامی هستن، ولی همشون تمام این هنربندا و این سلبریتی ها، حتی این مردک پامنقلی چی اسمش، قفوریه کی اسمش که همین کارو کرده بود، تو صفحه اون فالوورای اون هستن. واقعا شرم‌آوره. بعد اینا کی هستن آقای رضا؟ همین نسل زد، همین نسلی که میگن ما آگاه هستیم. بعد اینا میان به نسل خانم محبی یا نسل 57 فوش و بد بیرا میگن، ولی خودشون دارن مهران مدیری و این همین آشغالایی که دور و بر حکومت هستن همشون فالوورای اونها هستن. همینطوری که میگین همه بالای میلیون بازدید کننده دارن و این خیلی وحشتناکه. اینا یه جا ریشه رو در بیاریم باید خیلی در بیاریم. ریشه رو از کجا در بیاریم؟ ما که میدونیم ریشه از کجا میاد. ریشه از کجا میاد؟ فائزه تو ایران پول میده به معصومه پول میده به این یارو دختره که ادعا میکنه که چشمش آسیب دیده، بعد مسئله شراب و شیشه شراب میاد بالا. شما دیدی وقتی سر همون شراب چه همه اتحاد دیدی دهناشون چجوری باز شد، محکوم شدن؟ این به خاطر اون سکوتی بود که هی ماها میگفتیم هیس این آسیب دیده است، هیس این آسیب دیده است. ما از همین واژه‌ها استفاده کردیم. نه حالا من کاری ندارم، بعضیا واقعا تلاشش میکنن، ولی یه چیزی رو ما اینجا اومدن کردن تو آستینای ما، نگو این آسیب دیده است، نگو این اینجوری. آقا نگو چیه؟ باید واکنش نشون بدی. مادر دادخواه از ایران واکنش نشون داد. اصلا تو شما حق ندارید به نام بچه من. این حس شکوندن. وقتی ما حس هنوز تو دهنه اون، آقا حس نگو این نمیدونم یه جاش زخمه، حس نگو. آقا زخمه که زخمیه. انقلاب خانم محبی خون داره، چشم داره، گردن داره، مغز داره. ماها هم من یه بار گفتم ماها هم آسیب دیده ایم. ماها هممون آسیب دیدیم که اینجا این غربت.
آسیب دیده فقط این نیستش که انقلاب خون داره، هر کی هم باید تاوان داره. اصلا منی که داره ببخشید اعصابم خراب بشه منم باید تاوانشو بدم، فرقی نمیکنه، هممون اونجا آسیب دیده ایم. ولی اومدن چیکار کردن؟ نام این بغل ریز رفتن از بغل این جاویدنامه‌های ما دیدی داشتن سوء استفاده می‌کردن، ولی سکوت شکست. ببخشید زدن با پشت دست زدن دهن همون دختر، غیب شد رفت دیگه اون دیگه سر کلهش پیدا نمیشه، به خاطر اینکه حسو گذاشتیم کنار. الان دوست ما نوشتن که مشکل اینه که نسل زد تمام آگاهی رو دارن، از دنیای مجازی میگیرن و این خطر میگه که نسل زد داره تمام آگاهیشو از دنیای مجازی میگیره و این خطرناکه. جواب این خانم رو که من نمیبینم که میگه نسل زد آگاهن. اگه نسل زد آگاهن نه نوشتن آگاهن، نوشتن نسل زد تمام آگاهیشو داره از دنیای مجازی میگیره و این خطرناکه. خب حالا ما میگیم داره میگیره و برای ایران داره کار میکنه. برای چی نسل زد انقدر آگاه نیستش که مثلا این مردک قفوری و اون یه روز زنی نمیدونم بهاره و همین آشغال پاشغالا، ببخشیدا، همین آشغال پاشغالای حکومتی رو چرا انقدر دارین ازشون نگاه میکنی میگی اسطوره‌مونه؟ آخه من تو بچگی با شعرهای این من شنیدم، از هزاران نفر اینجا شنیدم. آخه من تو بچگی و جوونی انقدر شعرهای اینو گوش میدادم. مثلا میگم حالا ابی، الان اسمشو من میارم، ابی الان عید میاد کنسرت میذاره همه میرن اونجا. ابی کیه؟ خانم فریاد پریشب تو کانادا سالنش نگاه کن. اجازه بدین همین مرتی که رشیدی پوره، کی اگه اسمشو من اشتباه میگم شما آقای رشید پور که اومد چند وقت پیش تو آمریکا رفت توی کنسرت این ابی هم با چه افتخاری دعوتش کرد و گفت آقای فلانی اینجاست، بلند شد و ملت ابله هم براش سوت و دست زدن دیگه. خب من به اینا بگم نسل کی هستی؟ نسل زدین، نسل امین، هر نسلی که هستین باشین. نسلی که نسل شیک پاسارگادیست داره میاد مثل خانم محبی آدمی رو سال آدمای 57 رو یه سره از صبح داره به اینا ما فوش میدیم، میگیم نسل 57 ابله بود، فلان بود، خائن بود. خیانت خانم محبی ها یا افراد 57 خیلی کمتره. میدونی چرا خانم محبی؟ چون اون موقع آگاهی نبود. الان همه ما آگاه هستیم با اینترنت. اون موقع نسل شما خانم محبی، من این کلیپو ساختم که امشب میدم شما پخشش کنید ببینید. پدر و مادرای ما بودن و پدر بزرگ مادر بزرگای ما بودن. پدر مادر بزرگای ما، اینو من اینجا تحلیلش میکنم، از قاجار بودن، درسته؟ پدر و مادرای ما از پهلوی بودن، یعنی از اون زمان بربریت توحش قاجار اومدن تو پهلوی. 2 تا قشر اومد اینا رو خراب کرد، آخوندهای مذهبی رادیکال و سیبیل کلفتای دانشگاه تهران که توده‌یا کمونیستا بودن. امثال شما، درست، بله، امثال شما یا نسل 57 که همین نسل زد از صبح که میشه به شما فوش و بد بیرا میگه، من به اونا بیشتر فوش میدم. میدونید چرا؟ چون اونا اینترنت دارن. اون اینترنت داره میبینه که آدم مردی که یه پامنقلی مثل قفوری که میاد تو تلویزیون پازل رو درست میکنه، سنگ میندازه، لنگ کفش میندازه، چی میندازه، اون در واقع اون لنگ کفش رو به اون پازل نمیندازه، داره به صورت من ایرانی میندازه. به منی که ادعا دارم نسل زد هستم ولی توی اینستاگرام میرم این رو فالوورش میکنم. من امروز دیروز یکی از فامیلای خودم رو دیدم که امروز براش پیغام فرستادم، گفتم شرم بر تو بشه، تو برای چی داری این مرد؟ من خب قبلا دوستش داشتم. بابا آخه بابا بفهمیم، 47 سال هنو نفهمیدیم، هنو باید بفهمیم، هنو باید بلا به سرمون بیا. برای همینی که آخونده دیروز اومده تو پازل که یعنی صورت ما، ببینید اینو قبول کنید، اون پازل هخامنشیان نبود، اون صورت تک تک ما ایرانیا بود که اونا با لنگ کف زدن توش، گریمونه در آوردن. امروز یه آخوند پوفیوز بیشرف آوردن نشوندن، داره میگه امام سجاد نمیدونم زنش کشتتش. اون داره مثلا اینجوری میگه که ما بگیم حالا آخوند بد داریم. دقیقاً این آخونده فریاد باره، این آخونده داره حرفایی رو میزنه که من اصلا واقعا نتونستم تحمل کنم. چون که مگه چند سال پیشه که اون پسر نازنین رو که نذاشتن بچهش که به دنیا اومده حتی بغل کنه، به این دلیل اعدامش کردن که گفته بود داستان حضرت یونس یه داستانه، وگرنه کی میتونه توی شکم کوسه زندگی کنه؟ به خاطر این اعدامش کردن. خب نه، بعد مردم ما باید این حرفای آخونده رو پخش کنن، جز این که وقتی من بهشون میگم شماها رباتید، شماها احمقید، آدم چی بهشون بگیم؟
خانم فریال قبول داری انا همین آقای غفوریان خب پس فردا پاشو بذاره همین داخل اروپا سالنشو پر میکنن، به خدا که پر میکنن. مرتیکه رو من زدم آقای رضا رشیدپور رشیدیه، من برای همون مثال اون زدم. الان یه پوفیوزی از اونا بالا میشه میاد اینجا، همین ملت نادان میرن تو کنسرت میشینن براش سوت و دست میزنن. 3 هفته پیشش 3 هفته قبل شما ورق بزن خانم گلشیفته نشسته بود. بله دیدیم براش چیکار کردن. خب چیکار کردن؟ سالن 10,000 تا پر کردن. ملت این هستیم، آخوندا سوارمونم. حالا میخوایم ناراحت بشیم ناراحت بشیم. این واقعیت سوارمونه. من حالا یه چیزی میگم. من میگم ما بیایم روی سخنمون روی اتحادی باشه که با مردم آگاه داریم و اونا رو باید شرمنده کنیم. به خاطر اینکه اینو باید بدونیم. ببینید خیلی ها هستن این روزها که منم شنیدم میگن اینقدر یعنی آدم فروش زیاد شده به خاطر فقری که هست که اینا دیگه به هیچ کس اطمینان نداره. اون که میگید مردم الان تو چه شرایطی هم، من بهتون فکرم دیشب بود گفتم که با کسی که 2 هفته پیش حاضر بود بیاد تو خیابون، منتظر بود که بیاد تو خیابون، آروم نشسته بود، گفت فقط از خدا مرگمو میخوام زودتر اسرائیل بیاد یه موشک بزنه ما راحت بشیم، چون که دیگه خسته شدن از خبرهای بد. جنگل جلو چششون داره میسوزه. گفت میدونی جنگل رو چجوری آتیش میزنن؟ گفت از کنار جاده که نیست، از وسط جنگل خودشون آتیش میزنن. بله. همون خانوم گفت بهم که 4 تا جنگلبان رو کشتن. بله. تو معمولا وقتی جنگل داره آتیش میگیره این جنگلبانا به همدیگه خبر میدن و با مردم محلی همیشه رفتن کمک. این خبر تا کجا رفته شکر میبینی کلومتون که خانم فریال حالا باز این اخبارهای اروپا رو بیشتر دقیقا بابا پلیس آلمان برگشته گفته اینقدر جاسوس بینتونه اگر کاری چیزی بود بیاید به ما اطلاع بدید. بله. با این شماره تماس ببین تا کجا ورود کردن. خانم محبی اینجا 50 یورو دیگه خودتون تو اروپای ما هم تو اروپای 50 یورو به خدا خر میکنن. حتی شده میگن آقا این پرچم بگیر دستت، فقط یه دوربین دستت بگیر داره میری عکس اینو بگیر اونو بگیر ببین کی بیشتر داد میزنه، ببین ریشش کیه، ببین نمیدونم باندش کیه، برو دنبالش ببین کی به کیه. با 50 یورو میرن. مگه شما ببینید آقای مهدی، من نمیدونم آقای مهدی میتونم بیان صحبت کنن یا نه. آقای فرخ سپاس از شما، آقای کوروش سپاس از شما که شما هم هستید. من رفع زحمت میکنم عزیزان. نه گوش بدید دارم سوال میکنم، میخوام ببینم آقای مهدی میگن که اولا من نفهمیدم موضوع پلیس چیه، پلیس گفته کی بیاد اگر ما بهشون خبر بدیم، موضوع چیه؟ موضوع پلیس رو من نفهمیدم. خانم فریال بیشتر میدونه گویا. خانم فریال این چیزی بودش که گفت جاسوسای مثلا آلمان میگه که برای ایرانی ها خطرات زیادی داره درست میشه از طریق حکومت ایران، حکومت جاسوس، و اینکه کسای مثلا مثل شما مثل من و اینا رو دارن تهدید میکنن و اینو گفتن به صورت واضح توی اخبارا گفتن که حکومت اسلام اینجا خیلی جاسوس داره. بله. خب این که من دیگه عادت کردم به این بحث. خب نه میگم یعنی آلمانم گفتن، حالا تو آلمانم بگم مگه آلمان نه اینجا پلیس آلمان کاری نمیکنه. مگه وقتی من کتک خوردم بهم چی گفتن؟ فقط به گفتم مواظب باش، مثلا میخوای سوار ترام بشی پشتت به دیوار باشه کسی هولت نده، یا شب خونه کسایی که نمیشناسی نرو، یا دیر وقت شب تاکسی هم حتی نگیر. این چیزایی بودی که به من گفتن. ولی ما دوست داشتیم که خانم محبی بیشتر این گروه‌ها و این حزبایی که خیلی زیاد شدن بیشتر تو کارهای اصلیش فعالیت کنن که متاسفانه تو کارهای اصلی نیستن دیگه. کار اصلی فقط ببخشید باز من جسارت میکنم عکس اون عزیزانو بگیریم دستمون. اونا عزیزن، من تا آخر عمرم من و امثال بچه من مدیون اون بچه‌هایم. خب ولی باید کار اساسی انجام بدیم. من بارها به خیلی از گروه گفتم کار اساسی انجام بدیم. بریم کار اساسی بریم آقا بایکوت کنید. بان هستیم جلوی بانهوف بادکنک بریم دستمون، شم بگیریم دستمون، نمیدونم 4 تا شعار. اینا کار اساسی نیست خانم محبی. بذار ناراحت بشن. من میگم که ببین باید میگن از قدیم گفتن میخوای به کسی بر بخوره باید بزنی به درش تا چی در بخوره، در باید بزنی به در که در بخوره صدا بده در باز شه. ولی انتقاد نکنیم، باید اصول کار و چارچوب کار آقا یه چیزی شاید من بدونم، یه چیزی شاید خانم فریال بدونه، شاید یه چیزی شما بدونی، باید کار
اساسی انجام میدید. تا کی میخوایم بادکنک بازی کنیم؟ این همه بهشون گفتیم. من که میگم من مشخصه چجوری شروع کردم، کی شروع کردم. از همون اولم گفتم آقا جون بنویسید به زبان محلی اینجا که ما برای چی اینجا هستیم. و به قول آقای مهدی که همین میبینن یه عکس یه آقای دستشونه. خب این آقا کیه که شما بالای سرتون گرفتیم؟ نه اسمی روی عکس نوشته شده، نه درخواستی، نه اینکه ایشونو معرفی، هیچی. بابا 30 بار خود خانم فریال تو لایوا گفته آقا اصلا ما فارسی شعار میدیم تو کشور آلمان، یارو اصلا تو بگو نمیدونم مرگ بر دیکتاتور، نمیدونم اون مگر حالیش میشه تو داره چی میگی؟ اصلا تازه براشون خنده داره اگر ما وایسیم هی بگیم مرگ بر دیکتاتور. میگم خب بابا مرگ بر اون، برید بکشیدش، برید کارتون رو بکنید. اومدید میگید مرگ بر این مرگ بر اون، یه نامه نمی‌نویسن، یه امضا جمع نمی‌کنن همون موقع از مردم که ما برای ببخشید این وایسادیم این نامه رو نوشتیم مثلا برای نبه اعدام، شما هم حاضرید امضا بکنید. نمی‌کنیم این کارا رو. خیلی کار داریم. خلاصه من مزاحم وقت شریفتون نمیشم. دوستان عزیزی من پای صحبتاتون من اینجا خانم محبی جا داره که از یکی از عزیزانی که در دوسلدورف زندگی میکنم به نام خانم ماری واقعا تشکر کنم. این کارو کردم ولی باز اینجا میگم که چه زحمتی کشیدن. از دوسلدورف رفتم برمن، در شهری که یک جلسه بود که آدمای مهمی هم تو اونجا بودن از حزب CDU و رفت چقدر قشنگ و چقدر زیبا و چقدر حراف حرف زد و درد دل ایرانو گفت. ما از این جور آدمو نیاز داریم. خیلیشون این کارو کردن خانم ماری. خیلی دیدم اون فیلمو دیدم، خانومش جلسه برگزار کرد. پیش بود کردم و خیلی جالب بود. این کار ما این همه جا پخش کنیم. کجا بود؟ برای من بفرست مرتب. حالا شما رو من دوباره میبرم تو کلاپتون میکنم. ما به این چیزا نیاز داریم. این که ما میایم تو خیابون، ببخشید به قول این آقا میگه پرا رو میندازیم بالا، سرباز هخامنش و کوروش و داریوش میشیم. آقا بابا این چه دردی اما دوا میکنه؟ برو رقص بالت بکن و ریش بذار و خودتو مثل کوروش هخامنش بکن. ما مثل کوروش هخامنش کردیم. مرتیکه پامنقلی اومده با لنگه کفش داره میزنه تو نماد ایران. بعد اصلا خیال میکنن خانم ببین اینا خیال میکنن بعد ما اینجا کارنوال رو انداختیم. میدونی چی میگم؟ اصلا خیال میکنن ما خوشیم. میگیم نه به اعدام، فرداش اعدام میکنن. میگیم نه به این، فرداش اصلا خانم فریال من یه سری کارهای بچه‌ها رو داره دقت می‌کنم. هر چیزایی که مثلا ماها میگیم این کار بده، برعکس میرن معکوسش انجام میدن. من دقت کردم بهش. مثلا ما گفتیم مثلا تئاتر مثلا بریم تحریم کنیم یا جلوش واسیم، دیدیم رفتن توش. ببینید من که حالا خانم محبی یه بارم به من تذکر دادم و میدونم حرفشون هم درسته، نباید بگم. من که اینجا نشستم مشکلی ندارم، پس برن انجام بدن. به من لج میکنن یا به خانم محبی؟ ما داریم سرزمینمون رو از دست میدیم. من واقعا از پریروز که دیدم با اون سنگ بود یا لنگه کف شد، من واقعا ندیدم به اون صورت، چون خیلی عصبانی شدم. میزنن تو اونجا، اونو دارن میزنن تو صورت ما دونه بدونه ایرانیا، ولی ما نمیفهمیم، نمیخوایم بفهمیم. همون نسل زدی که میاد از صبح نسل 57 فوش رو بعد بیرا میگه، باید به خودش اول فوش بده که وقتی میری تو لایو اینستای نمیدونم همین گلشیفته و معصومه و چی میدونم این آشغالا، میبینی همه اینا اون تو ردیفن. برای چی اون خانم 50 میلیون 100 میلیون فالوور داره؟ برای چی؟ برای که ابلهان رفتن اونا رو دارن ازشون حمایت میکنن. ولی من یه همچین کار رو نمیکنم. حرفمو برای ایران میزنم. کسی میخواد حرف من یا خانم محبی لج بازی کنه خب بره بکنه. اصلا خانم فریال عزیز، ما کارهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده رو ماها باید دنبال روش نباشیم که مثلا عکس با عکس آتیش زدن این کارو کن. ببین اینا وقت فقط داره از ما رو تلف میکنن. اونا یه حرکتی نشون میدن، واکنش در مقابل واکنش. همین یک هفته ما رو سرگرم میکنه. الان همین سنگ زدن رو دیدی؟ حالا الان همین شده چی؟ مثلا اینا قرآن رو میذارن و اینو میذارن. من کاری ندارم، این میشه یه بازی، میشه یه وقت تلفی. همینجوری سرگرم میشیم. من همیشه میگم هر وقت هر خبری هستم بالاش میذارم، میگم که از دیکتاتور مطالبه نمیکنن، دیکتاتور رو سرنگون میکنن. فراموش نکنید آبی که داشتید بخوردید، فراموش نکنید جنگل. من هنوزم هر شب پای پست اینایی که براشون میذارم از جنگل میگم، از اعدامیا میگم، از بیتا میگم. اینا همه رو فراموش کردن. درسته که من میگم
باید امروز واقعا به یکیشون بگم، چون یه پیشنهادی دادم نیست که پیشنهاد پذیرفته شده، حالا نگاه کنم ببینم پذیرفته شده یا نه، ولی باید بهشون بگم الان میخوان چند روز برن جلوی توی بون برای جلوی سازمان ملل بشینن، نمیدونم برای اعدام و اینا. نباید برای اعدام بشینی، باید برای سرنگونی حاکمیت بشینی. بله میگم نه به اعدام، یعنی فقط اعدام، یه روز بگیم نه به جنگل، نه یه روز بگیم نه به آب، یه روز بگیم نه به این. شما اگه خانم یادت 3 سال پیش چه شعاری دادن؟ نمیدونم حجاب اجباری، یادت میاد در همین جلوی بانکوفا چی شد؟ حجاب اجباری از کلا افتاد دیگه، خیال یه سری راحت شد. ببینید خانم بی همینجور که میگین اینا وقتی که میگن نه به اعدام، اوکی مثلا سازمان ملل هم به اینا فشار میاره که اعدام نکنید. بله اعدام نمیکنن، میدونی چیکار میکنن؟ بچه‌هامون سربنیست میکنن میندازن تو سد کرج. دارن میکنن. مگه کسی که اعدام 2 روز دیگه خود میمیره مگه این کارو نمیکنن؟ بله دارن همین کارو میکنن. یا بچه‌ها من نمی‌نویسن، جرأتشو ندارن، اجازهشو ندارن که برای سرنگونی جمهوری اسلامی ما اینجا هستیم. من بعد به این خانم مینا اینا هستن که نمیدونم، آقای مهدی شما هم که توی بن هستی بهشون بگید که اینو بنویسن که برای سرنگونی جمهوری اسلامی. من اون پارچه‌ای رو که دنبالش بودم بهم گفتن که میتونم از باهاوس بگیرم، فردا میرم باهاوس ببینم این پارچه رو داره یا نه، بعد اون شعاری چیزی هم که باشه باید روش بنویسم، با دیگران هم فکر کنم چند تا شعار باشه ببرم بهشون بگم اینا رو بذارید اینجا بنویسن، چون که اینطوری که نمیشه که ما تا کی میخوایم کار، یه پرچم میذاریم یه چادر میذاریم، نه 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 بیم. یعنی چی؟ هویت دادن، قدرت دادن به دیکتاتوری. به هر حال بسیار خوبی داشته باشید خانم محبی، خانم فریال عزیز. سپاس قربان شما، شب بسیار خوش. خانم محبی واقعا باز بگیم به همین نسل زدی که تو اروپا هم شاید داشته باشیم ازشون، حالا آقای رضا اینو میگن که ما میگیم اینا لج میکنن، ولی لج به خاک ایران ما داریم میکنیم، لج به فرهنگمون، به هویتمون داریم میکنیم. به من کسی نمیتونه لج بکنه، حالا میخوان بکنن هم این کارو انجام بدن. نه حالا من لج بازی نمیذارم، ولی من نریم تئاترایی که از طرف حکومت، نریم فالوور این احمق و ابله‌های فریال بانو آدم اینا که کر نیستن، کور نیستن، تو فضای مجازی هم هستن، ایران هم میدونن، خواننده ها هم میشناسن. مگه منم از خواننده خوشم نمیاد؟ مگه منم دلم نمیخواد برقصم؟ منم یه موقع میرقصیدم بعد دیدم نه کار بدیه، منم یه موقع خیلی کارو میکردم دیدم کار بدیه، خب نکردم. دلیلی نداره که یه کاری که خطاست هی اون کارو انجام بدن. یه دفعه توی یه جمعی بودیم که جمع بچه‌های همین مثلا پادشاهی خواه بود توی برلین، یه خانمی قرار شد آواز بخونه، از مرضیه خون. گفتم این همه آهنگ چرا شما از مرضیه میخونید؟ گفت خانم محبی بله دیگه همینا اینا چیزا خیلی من اینو نمیپسندم، ولی همه اونجا پسندیدن، براشم دست دادن. خب باشه، اگر شماها هنوز اینطوری هستین، مثل این میمونه که مثلا به همین کثیفی من بگم که گل سرخی آدم بدی بوده، بعدی بگم چه حرف خوبی زد، این حرفم که زد. نه دقیقاً نباید این کار من بکنم. این یه خیانتی که به نسل‌های آینده کردم. این منم که روایات رو برای نسل‌های آینده میسازم، پس روایاتی رو بسازم که کمک بکنه برای سازندگی نسل‌های آینده. اینه که مهمه. دارین الان میبینید قصه عشق این زن، واقعا نمیدونم اسمش، باور کنید نمیدونم و نمیخوام بدونم، ولی اون جلال احمد، حالا خب شنیدم اسمشو، دارن بله زندگیش چجوریه، مزخرفاتی که این زنک داره میگه، من عاشق فلانی، عاشق کی بودی؟ عاشق یک ابله بیشرف توده‌ای بیناموس وطن فروشه که انقدر عرق خورد و تریاک کشید تو کشورهای آلمان. خودش میگه که تو کتاباش هم، شما هم حتما خودی خانم محبی، زن تو آلمان تو خیابونا جمع می‌کرد می‌برده براش. بعد من و تویی که ادعا میکنیم برای ایران داریم زحمت میکشیم، برای ایران کلیپ درست کنیم، دستتون درد نکنه، بعد به مزخرفات این آشغال نشون بدین. نه یه بار نه، یعنی شما وقتی تو اینستا میری فقط داری میبینی این زن داره میاد، چی رو میخوای نشون بدی؟ شما ببین عزیز من، فریال بانو جان، اینا رو همونایی که جلال آل احمدیان پول دارن، امکانات دارن، براش دارن کار میکنن.
بچه های ما هم که من نمیدونم چرا اینا رو پخش میکنه، چون اگر تو پیج من میاد به خاطر اینه که کسایی که منو فالو میکنن حتما اون رو لایک کردن، یه چیزی هست که برای منم میاد. درسته؟ برای منم همینطوره، وگرنه من که نمیرم همچین کسی رو من ندارم واقعا. من هر چند وقتی میرم نگاه میکنم، میرم نکنه بر حسب تصادف اشتباهی من کسی رو فالوورش شدم که مثلا بعد میبینم، واقعا نگاه میکنم. به قول اسمش گذاشتم سیر و سفر در اینستاگرام و من اینو واقعا از مردم میخوام این سفر رو برین توی صفحه‌های مجازیتون. ما سعی که این هرزگان رو از نه تنها صفحه مجازی، از زندگی مجازی، بلکه از زندگی حقیقیمون دور کنیم. من اینجا خواستم یه آقای میرپشمند در پست پذیرم فقط الان تصویر شما اومد، من تو رو نمی‌بینم، الان شما رو دیدم. درود بر شما. درود بر شما، شبتون بخیر باشه، خسته نباشید خانم‌های فعال و مبارز. وقتتون بخیر باشه. بفرمایید خدمتتون آقای. خواهش. عرض کنم که ما پس فردا شب، یعنی پس فردا صبح، توی شهر بن یک تحصن 1 هفته‌ای داریم. درسته. خواستم در جریان باشید. من برای 1 شنبه میام خدمتتون، دیر نیست؟ نه مشکلی نیست، فقط خواستم بدونید، چون یادم میگه دفعه قبل شما به من این گله رو کردید که چرا دیر به من گفتید. خیلی ممنون. نه من دیروز بن بودم، به هم خبر دادم، بعدم اطلاعیه رو دادم. امیدوار هستم که شما هم یه پرچم یه چیزی بزنید که برای سرنگونی جمهوری هم اونجا هستید، نه اینکه فقط نه به اعدام. اصلا خانم ما توی اون داستان نیستیم خانم مهم. ما اصلا به جهت اینکه صدای مردم ایران باشیم، درد مردم ایران رو به گوش این افرادی که توی اون سازمان ملل دارن رفت آمد میکنن برسونیم، صدای خانواده های داغدار، زندانیان سیاسی و کلا اعتراض به سیستمی که جمهوری اسلامی داره توی اون کشور متاسفانه پیاده میکنه. سیستم نه به اعدام از طرف یک گروهی توی زندان قزلحصار استاد خورده، اون هم به هر حال هست، اما ما امروز برای اینکه صدای مردم ایران باشیم داریم تحصیل میکنیم. عرض کنم که مدت تحصیل 1 هفته است. حالا نمیدونم در جریان هستید یا نه. و بله برای من فلایرش رو فرستادید که کسی برای من فرستاده بود که توی بن هستید. درسته؟ جلوی سازمان ملل. بله. حالا خواستم در جریان باشید و اگر هر فرمایشی بود در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. من اگر که ببینم چجوریه بتونم، حتی اگر شده فردا هم بتونم این هماهنگی رو بکنم. فردا هست دیگه، فردا روز اول، درسته؟ نه پس فردا 5 شنبه 4 دسامبر روز اولش. اوکی باشه. به هر حال موفق باشید. میدونم هوا هم سرد نیست، گذشته مواظب باشید به هر حال توی سرما. امری باشه در خدمتم، اگر نه که از حضورتون مرخص میشم. خواهش می‌کنم حتما یه موفق باشید. من میام که زودتر یه گزارشم باشه که همه در جریان باشن. اگه برای تهیه گزارش میخواید بیاید، ما 5 شنبه بعد از ظهر این امکان رو داریم. چون 5 شنبه بعد از ظهر سعی می‌کنم. اگه همون 1 شنبه هم بیاید باز مشکل نداره. خواستم فقط که چون من یادم شما پارسال قرار کاری دارم توی بن، گفتم که اونو یه دفعه برای یه بار بلند کنم. اصلا هیچ مهم نیست، فقط جهت اطلاع اومدم بالا. ولی شما میتونید که برای 5 شنبه که اونجا هستید اگر آمادگی داشتید یه لایو برید. اونم مشکلی نیست. باشه. خیلی هم ممنون. خیلی باشید. پاینده ایران تا ابد جاوید شد. سپاس. خب حالا یه دوست عزیزم پرسیدن که یعنی شما میگید که ما به آقای، چون اینجا هنوز ایشون هستن جوابشون رو بدن، که برای آقای نصیری امضا جمع بکنیم. یعنی ببینید من خودم حامی آقای نصیری هستم و هر کسی که یعنی با این مرام داره کار میکنه من ازش حمایت میکنم.
یه نکته رو اینجا بهتون اشاره کنم که چون نمیتونم بازتر از این راجبش صحبت بکنم. اینکه دیگران هی دارن از اطرافیان شاهزاده ایراد میگیرن یا بعضیا میگن که فلانی اینجوریه چرا اونجا بود اینطوری بود. من متاسفانه پریشب با کسی صحبت کردم که متوجه شدم که چقدر بیدر و پیکر اونجا برای اینکه کسی رو بخواد ببره و بذاره روی صحنه کنار شاهزاده. و وقتی فهمیدم که این اتفاق به چه صورتی برای یه نفر افتاده که واقعا اونجا جایگاهش نبوده، چون بک‌گراندش رو خیلی خوب میشناسم، به اون آقا هم گفتم شما بهتر خودتون از این قضیه کنار بکشید، چون خودتونم میرید زیر سوال، چون من اطمینان دارم که فلانی دولت حکومتیه. گفتن نه شما نمیدونید و من میدونم. گفتم خب باشه. و بعد ایشون بودن که گفتن که ایشون هماهنگی‌ها رو کرده، که حالا داستان خود ایشون هم جدا. اما بیایید یه کاری بکنید و اینو بدونید، همونطور که شاهزاده گفت، وقتی میبینید کسی در این شرایط به جای اینکه بیاد حمایت بکنه از شاهزاده، حمایت کنه از مردم، میاد همش سنگ سینه خودش رو، شرایط خودش رو به سینه میکوبه و میخواد برای خوب کردن خودش دیگران رو تقلیل کنه، بدونید که ایشون جز حکومتی هیچ کس دیگه این نمیتونه باشه. و همه اینها با همینجور که این آقای مهدی گفتن که آقای رضا گفتش که ما میتونیم همه رو تشم در بیاریم، میشه تشم در آورد، چون که فکر میکنم که آقای رضا هم توی همین باند حمایتی از اینها باشه. به هر حال همتون مواظب باشید. دیگه حرفی من ندارم. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه بانو فریال شما پیامتون رو بدید و من واقعا سعی میکنم که برای این تحسنی که در بن هست بیام، واقعا سعیمو میکنم، ولی اگر نیومدم میدونید به خاطر مسئله کاری خواهشاً فقط اونجا برای، البته خب عزیزان این کارو کردن، ولی در حال کسایی که برای شرکت میرن اونجا هم این حق رو دارن. عکس‌هایی رو از کسایی رو بگیرید و اونجا نشون بدین، چون شما جلوی سازمان ملل هستین. درست. عکس‌های کسایی رو نشون بدین که دارن به ایران خیانت میکنند، مثل نرگس ها، شیرین ها، معصومه ها. این عکس ها رو بگیرین، زرترای بزرگ قرمز روشون بزنین، اینا رو دستتون بگیرین. شما دارین میرین جلوی سازمان ملل، همون سازمانی که میاد اینا رو بزرگ میکنه، بهشون جایزه میده، سازمان حقوق بشر. اینا همه با هم ارتباط دارن دیگه. ببینید سازمان ملل میدونه که ما زندانی سیاسی داریم، سازمان ملل میدونه که مردم ما اعدام میشن، میدونه به دخترامون تجاوز میشن، میدونه جنگلامون آتیش میزنن، ولی نمیدونه که چه بی‌شرفا و بی‌ناموس‌هایی دارن برای ایران حرف میزنن. ما چهره‌ها رو باید نشون بدیم. شما امروز دیدین که خانم موگرینی رو گرفتن، همین زنی. و میدونید من چقدر خوشحال شدم، چون اینها الان یک خبرهاییه که این جمهوری باید بره، دارن خودشون یکی پته همدیگر رو تو اروپا هم دارن رو آب میریزن. میدونید؟ یعنی بهشون بگن یا بی سر و صدا جمع کنید، یا اگر بیشتر اصرار کنید اینجا هم پتتون رو آب میریزید. اینو باید برای اینطوری نگاه کرد. این زنک ابله همونی بود که روسری سرش انداخت رفت مجلس ایران، بعد مردای ندید بدید، یعنی تو طویله مجلس. بله. ببینید باید ما اینا رو به سازمان ملل نشون بدیم. یعنی سازمان ملل میدونه تو ایران چه خبره، میدونه اعدام میشیم، شلاق میخوریم، تجاوز گروهی بهمون میشه، همه رو میدونه، ولی نمیدونه چه بی‌شرفای لابلای ما مردم هستن. چهره‌های اینا رو تو رو خدا نشون بدی خانم محبی. ازتون خواهش من تا اونجا که بتونم الان اول میخوام برم این پارچه‌ای که گفتم پیدا بکنم، شعارا رو بنویسم. بعدم خب آقای میرپنج هم اینجا بودن، حتما شنیدن. منم اگر که بتونم این عکس‌ها رو اول میخوام برم ببینم که اون پارچه‌هایی که میخوام بگیرم و چاپ کنم اون هزینه‌اش چقدر میشه، چون مثل متر مربع 60 یورو ممکنه در بیاد. بعد اونا رو اول برم ببینم، اونا رو آماده بکنم، بعد ببینم که چه کار دیگه میشه کرد. در اینجا یه دوست عزیزمون که دارن میگن که آقای سامانی آقای فرخ حرف خیلی خوبی زدن، میگن که من پتیشن آقای نصیری رو امضا کردم به این دلیل که رضا شاه دوم گفتن هر کس که به سوی ملت میاد رو قبولش کنه. و بعد جواب شما
اولا اینکه آقای نصیری کسی بوده که اعلام کرده که برای در ایران آزاد فردا آماده است که محاکمه بشه. اینکه اگر فائزه هاشمی هم بیاد بگه جاوید شاه شما قبولش میکنید، اونم من قبولش میکنم. بگه جاوید شاه بره کنار، چرا قبولش نکنیم؟ میخوایم قبولش کنیم چیکار کنیم؟ حلواش که نمیکنیم که، فقط جاشو بگه شد. بعدم فائزه هاشمی با مهدی نصیری متفاوته و بعدم نمیدونم این مثالی که شاهزاده گفته هر کی ریزش کرد قبولش کنید. قبول کنید تا باور کردن یعنی مواظب باشید. ما قبول میکنیم، باید قبول کنیم، چون اگر اینطوری باشه خب اون چی میگن، اون سرکوبگرم که الان دلش میخواد برگرده میترسه که برگرده، میگه اینا با نصیری که اینقدر پارتی داره، اینقدر به قول خودشون بعضش خوب بوده معروف بوده، دارن با نصیری این کارو میکنن، با من بعدن چی کار خواهند کرد؟ گفتن قبولش کنه، برای نه این بشه سرگروه انقلاب. نشده سرگروه انقلاب. ایشون اطلاعات زیادی داره. کاش زبان انگلیسی بلد بود، کاش یه زبان بین الملل بلد بود، با این زبانش میرفت توی تلویزیون‌های خارجی باهاش مصاحبه میکردن. کاش انقدر ما لابی داشتیم که ایشون رو ببرن باهاش مصاحبه بکنن تو تلویزیون‌های خارجی و یه مترجم بذارن. چه اشکالی داره؟ خانم محبی ببخشید من اینجا اینو میگم، فکر می‌کنید آقای نصیری پول نداره یه مترجم بگیره؟ واقعا ببین من دارم حرفای این آقایی که اینجا مینویسه جواب میدم. میدونم متوجه شدم. نه من میگم که کاش ما کسایی رو داشتیم که میتونستیم متقاعد کنیم که ایشون رو ببره توی تلویزیون باش مصاحبه کنن، چون وقتی که یه نفر مثلا یه تیتری داره یه چیزی داره خیلی مهمه که بیاد صحبت کنه علیه این دولت، چون کسی بوده که میتونسته توی این بهترین ساعت خیلی هم منبع درآمد خوبی هم داشته باشه، اصلا هم رو کسی نکشیده بوده بره بعدا یه جایی یواشکی خودش رو پنهون کنه، مثل خیلی‌ها که دارن این کارو میکنن. خانم بله بخواد میتونه بکنه. من یه مثال کوتاه میزنم شاید باورتون نشه. من امروز به خاطر مسئله کاریم با یک آقای آلمانی که یک هنرمندم هست گیتار میزنه و امروز یک کنسرتی داشت توی یکی از شهرهای دیگه که از من دوره، باورتون شاید نشه من 1 ساعت با ایشون مسئله کاری داشتم و 1 ساعت من در مورد ایران حرف زدم. منی که هیچ کارم هیچی، یعنی از نظر مسئله کاری خودم 1 ساعت من در مورد ایران حرف زدم. شما فکر میکنید این کسایی که اومدن اینجا مثل نصیری ها پول نداره که مترجم بگیره بشینه حرف بزنه از جنایات؟ میگم ببین من که اینجا هستم شاید تا به حال یک بار که فرصتی پیش اومد که در کنار آلمانی باشم که سوال جواب میکنه، موقعی بوده که با شما که آلمانی صحبت میکردم یه آلمانی رو دیدم، درسته؟ بله. در بعضی مواقع دیگه کسایی رو دیدم که باشه با یه ذره انگلیسی باهاشون حرف زدم، ولی این موارد برام کم بوده. من میگم که کسایی که اینم بلند شده تازه از ایران خارج شده، حامی هم که نداره، من میگم خوب بود که ما لابی هایی داشتیم که میتونستن ایشون رو اونجاها ببرن. من منظورم اینه، متوجه میشین چی میگم؟ نه اینکه این بله اگر حتما حالا مثلا ایشون آقای رضا نوشته باید هزینه و درآمدش رو در کانادا باز بکنه. آقای رضا بذار اول اون گنده ها رو مشخص کنیم، اینایی که میان ریزش میکنن رو نترسونیم. این که گفته خودش که بیاد بعداً محاکمه کنید. اینم میبینید شما میگید به حاشیه نپردازیم، اینم به حاشیه پرداختنه. اینم برای اینکه ما وجود بشیم حواسمون پرت بشه از حرفی که شاهزاده زدیم. ببخشید من میخوام این حرف رو بزنم. ما بابا اون مجاهدین بی همه چیز رفتن با رجبی هم خوابیدن چون گفته بخوابید باها، هیچ اعتراضم نکردن، چند تاشون تونستن فرار کنن بیان اعتراض کنن، بقیه‌شون هنوز همخوابی‌های با هم دارن. بابا دست بردارید از این مسائل. ببخشید من اینطوری صحبت میکنم ولی دست بردارید، وگرنه این همه آدم دارن هر روز جونشون رو میدن، این همه آدم هم دارن تلاش میکنن هی اینو بگیریم اونو بگیریم. بله من بذارید بهتون یه چیزی بگم. من وقتی تو پاریس زندگی میکردم سال 1900 و یادم نیست 80 چند بود پاریس بودم، اون موقعی بود که من تو تلویزیون ایرانم مجری بودم، دوبلاژ کار میکردم، صدام خیلی معروف بود و خلاصه وقتی که من رفتم پاریس این مجاهدی رفتن از من شکایت کردن اداره پلیس که ایشون مأمور جمهوری اسلامیه که اینجاست.
پلیس منو برد سوال جواب کرد. یکی از دلایلی که منو برده بود سوال جواب میکنه، نه اینکه من اولین نفری بودم که مجاهدین شکایت کرده بودن، نه، برای اینکه من کسی بودم که مجری تلویزیونم قبلا بودم و مجری بودم که منو میشناختم. این خیلی مهمه که چه کسی از کجا میاد ازش شکایت بکنن. آقای نصیری هم آدم کوچیکی نیست. خوبه که یک چنین حمایت هایی میشد. حالا از ایشون نمیخواید حمایت کنید، برید پستای خانم فروغ کنعانی رو نگاه کنید، از ایشون حمایت کنید. یه کاری بکنید که اگر شما تو دانشگاه هستید، اگر متاسفانه من میبینم این همه چپیا همشون تو دانشگاهی هستن، شبانه درس میکنن، روزانه درس میکنن، یه سوراخی دارن کار میکنن. پادشاهی خواهاری که میبینم بیشترشون بیکارن، پادر هوان. خانم محبی برای اینکه چپولا رو بهشون پول میدن. نه کاری ندارم، میگم تو دانشگاه هستن دارن درس ما. ببینید فریال جان، من اگر آلمانی بلد بودم، چون من تو رفتم تو کافتریاهای دانشگاه هم نشستم، به شما هیچ ایرادی نمیگیرن که برید اونجا بشینید، میتونید تو کتابخونه هم برید، هیچ ایرادی نمیگیرن. ولی من اون سواد ندارم برم اونجا بخوام بشینم مثلا به یه بهانه سر حرفی رو باز کنم راجع به اینجور چیزا صحبت کنم. بعد اینا میرن فکر میکنید، من اون روز هم گفتم، فکر میکنید مسیح علی‌نژاد چجوری میره پلو اینو؟ اینایی که تو دانشگاه اینور اونورم مقاله می‌نویسن، همه کار میکنن، هی حمایت میکنن، معرفی میکنن تا میرسه اونجا. بله مسلمه. الان من اینو بگم، خانم مرجان هست راجع به با زبان فرانسوی داره راجع به شاه و پهلوی برنامه میسازه. چقدر نامه‌ها و کارهای فعالیت‌های خیلی قشنگ علیه مجاهدین داره انجام میده. حالا اون روز ایشون گفتن، الان خودم میگم، دختر خودم سالیان سال داره رو پهلوی کار میکنه، پروژه داره کار میکنه. الان حتی وقتی من به خانم اختر قاسمی گفتم حاضر نشد اینا رو معرفی کنیم. خب شما چی میگی؟ ما هم آدم داریم ولی اینا باید معرفی بشن که ما هم بدونیم 4 تا آدم با سوادم هستن که دارن بی سر و صدا، بدونیم که تو فضای مجازی من و شما ببینیمشون، دنبال فالوور باشن، دارن کارشون رو درست انجام میدن. مثل آقای مهدی که دیشب اومدش توی لایو. آقای مهدی رو وقتی نگاه کنید به اندازه 30 تا سایبری داره کار میکنه، سیستم داره. ولی کل فالووری که داره 1000 خورده‌ایه، چون برای فالوور کار نمیکنه، برای وطنش داره کار میکنه. بعد ما حاضر نیستیم اینا رو به هم دیگه معرفی کنیم. بعد چسبیدیم به این که نمیدونم نصیری چی کار کرد. اگر ما نصیری رو درست حسابی تحویل بگیریم 1000 تا مثل نصیری ریزش میکنه. ولی اگر قرار باشه من بگم مثل چی از صبح تا شب پاچه نصیری بپرم، خب دیگران هم نمیان ریزش کنن. این خیلی مهمه. این مهمه، برای همین شاهزاده گفته هر کس ریزش کرد قبولش کنید. نه تنها باید قبولش کنید، باید خیلی هم بهش محبت کنید، بهش اطمینان بدید، بهش خوش آمد بگید. شما وقتی توی میدون جنگ هستید، اگر سربازی که اون مال دشمن داشته تیر میزده الان تفنگشو بذاره زمین، پرچم سفید بگیره دستش بیاد طرفتون، بهش شلیک میکنید یا قبولش میکنید؟ معلومه که باید قبول بکنید. نمیشه که ما بگیم که نه این تا دیروز اینجوری بوده. به یه نفر چند روز پیش گفتم چرا وقتی یه نفر میره مسیحی میشه بهش نمیگن تو برای چی تا دیروز مسلمان بودی؟ گفت نه این فرق میکنه. گفتم نه الان هیچ فرقی نمیکنه دیگه، دین و اینا همه چیز سیاسی، یه انتخابه. طرف اصلا بذاره مثل دینش باشه. تا دیروز برای خامنه‌ای سجده میکرده، حالا دلش میخواد بیاد برای شاهزاده سجده کنه. میگیم دروغ میگه، باشه تا موقعی که داره سجدهشو میکنه مواظب باشیم که شاخمون نزنه، لگد نزنه، بذار سجدهشو بکنه. این حرف منه. حالا نوشید آقای ساسانی نوشتن که اگر از آقای نصیری حمایت نکنید اشکال نداره ولی برید محمود رضا خاوری شکایت کنید. آره راستم میگن، از این برید شکایت کنید. این حرفی فالوورش کم باشه سایبری باشه. من نگفتم سایبریه. چرا میگید من نگفتم سایبریه؟ آقای عزیز گفتم ایشون
فالوورش کمه ولی به اندازه 1000 تا سایبری، ببخشید من اشتباه گفتم، یعنی به نفع ما کار میکنه، یعنی چندین اکانت داره که به حمایت از شاهزاده داره کار میکنه. نگفتم سایبریه، ببخشید. ببینید خانم محبی حواستون باشه لغت سایبری رو نمیشه در وضعیت ایران ما این رو یک حالت حرف زشت و فحش میدونیم. سایبری یعنی سربازهای دنیای مجازی. بله من برای همین به کار بردم، نخواستم که توجیه کرده باشم. بله به خاطر همین آقایی که نوشتنم من دارم میگم، آقای عظیمی، نمیدونم نگاه کردم روی این حساب. حالا ما چون این آشغالای حکومت هستن ما بهشون میگیم سایبری، حالت فحش داده میشه، ولی توی اروپا آمریکا وقتی شما میگه ارتش سایبری یعنی ارتش دنیای مجازی، صفحات مجازی ارتش سایبری داره. بعد ایشون اینجا نوشتن اون از روی آگاهی ریزش نمیکنه توی جنگ. باشه توی جنگ باشه ولی یه نفر میتونه تا آخرین تیرش بجنگه، میتونه تا آخرین تیرش شلیک کنه، ولی یه نفر پرچم سفید میگیره دستش. اینقدر چوبای چرخ این اتحاد نذارید. الان اکثر مردم توی ایران از همین میترسن که برگردن که چه بر سرشون بیاد. برید داستان کامبوج رو بخونید. من همیشه میگم برید داستان کامبوج رو بخونید. میدونید توی کامبوج چیکار کردن؟ حکومت دیکتاتوری که بوده برادر رو به جان برادر انداخته، زن رو به جان مادر انداخته، بله. دختر و فرزند رو، پدر و دختر رو، زن و شوهر رو. یعنی بهشون گفته یا تو اینو میکشی یا تو اینو شکنجه میدی یا این باید تو رو شکنجه بده. بعد خب حالا جنگ تموم شده، باید چیکار کنن؟ باید انتقام بگیرن. اگر انتقام بگیرن که این انتقام گرفتن ها تموم شدنی نیست. یک نسلی داره توی کامبوج زجر میکشه. چرا؟ برای اینکه دوران گذاری که ما داریم براش برنامه میریزیم رو نداشتن. یک دفعه غافلگیر شدن، ولی تو همون غافلگیری هم فهمیدن که عمق فجایع انقدر زیاده که اگر بخوان به این بپردازن که حالا هر کی شکنجه داده، هر کی اینطوری کرده باید بیاد محاکمه بشه، هم محاکمه هزینه داشت، هم آنچنان جامعه دوباره به بلبشویی تبدیل میشد که حد نداره. ولی الان فقط از ترس این که کسی دیگه بابت چیزی دستگیر نشه و کشت و کشتاری نشه، همه دارن یک دوران گذاری رو تحمل میکنن و میرن. ولی الان به ما این فرصت داده شده که بابا کمک کنید ریزش کنید، بذارید ریزش کنید، اینقدر اذیت نکنید. بله ایشون هم گفتن من سایبری پادشاه هستم. منم منظورم همین بودش آقای مهدی. من خانم نرگس محمدی رو قبول ندارم. کی گفته من نرگس محمدی رو قبول دارم؟ چه حرف خنده‌داریه. من نرگس محمدی رو قبول ندارم. نه ازتون سوال کردم، نگفتم شما. ازتون سوال نه یه سوال خنده‌داریه که از من بکنم، مثل اینکه یه فوش به آدم بدن. بفرمایید. من کسی رو نمیبینم. آقای رضا دعوتتون کردم، بفرمایید. خانم محبی من 1 دقیقه دوباره وقت شما خانم نرگس محمدی رو قبول داری؟ نه خیر. درست. این اولین سوال شما من جوابم گرفته. شما آقای حسین رونقی رو قبول دارید؟ نه خیر. شما جناب آقای حاج آقا میلانی رو قبول دارید؟ نه خیر. ارشد پایه‌گذار شماره 1 شهر قم رو نه خیر. تشریف ببرید تو لیست آقای فالوورای آقای مهدی نصیری. بعد اگر اینا رو که قبول ندارید چطور میشه که این آقا رو قبول دارید؟ خب نه جواب تو حاشیه ندید. درسته. آفرین. این نشه که بشه عبدالحمید موحد بعد پس فردا بغل آقای خامنه‌ای بشینه بعد ما بیایم بگیم این هم این بود. نه اجازه بده. اونا آقای نصیری رو فالو دارن. آقای نصیری ایشونا رو فالو داره. من حرفی که همیشه کسی که میخوام دنبال کنم اول میرم ریشه رو در میارم، دنبالش میدوام، سرشاخه هاشون رو پیدا میکنیم، میبینیم به کجاها وصلن، نیتشون چیه، هدفشون چیه. همینجوری نمیایم بگیم ریزش. ببین خانم محبی پس فردا مجتبی خامنه‌ای عباشو در میاره در داخل جمهوری اسلامی ایران، کروات میزنه و دستشو میبره بالا میگه من مثل پدرم نیستم.
واکنش شما چیه در اون لحظه؟ من نه قبول ندارم، چون این آفرین. که پدر پدرش وایساده ریزش کرده خانم محبی، ریزش کرده، گفته من مثل پدرم نیستم. ببینید اینا رو اینطوری نه ببین ببین نریم تو حاشیه. ببین من سوال کردم از شما دیگه، شما کسی که میگید ریزش کرده، درسته؟ ریزش زمانی اتفاق میفته، هر اسمی هر شخصی رو نمیتونید شما بگید ریزش. آیا شاهزاده رو پذیرفته ریزشش یا نه؟ آقا خانم محبی بس من یه بار دیگه براتون مثال بزنم. من یک بار این صحبت رو کردم، شاهزاده ما مثل مربی فوتبال روی نیمکته. این وظیفه تماشاگر است که روی سکوی تماشاگر فریاد بزنه. مربی نمیتونه به تماشاگر بگه فلان شعار رو بده. مربی آنالیز وسط زمین رو انجام میده، تماشاگر وظیفش تشویق و تحریک بازیکن رو به جلو بازیکن و حمایت از اون بازیکن. اینو من بارها گفتم، مثالی هم که خیلی هم اگه بهش دقت کنی به خیلی چیزا میرسید. این نیستش که اعلیحضرت منم اینو قبول دارم که شاهزاده نمیتونه و نباید، اصلا در شأن شاهزاده نیستش که یه سری حرفا رو بزنه. شاهزاده خانم محبی شما که دیگه ببخشید دیگه همه چی رو دیگه بالاخره تجربه کردید. در زمان شاه فقید هم فردوس‌های زمان خیانت کردن. من الان مثلا میام از آقای اعتمادی حمایت کنم، من از آقای اعتمادی حمایت کنم، از آقای قاسمی نژاد حمایت کنم، پس فردا ببینم یهو چارپایه زیر پای اعلیحضرت خالی شد. بعد شماها میایید تمام همین عزیزانی که در داخل اروپا عکس یادگاری گرفتید بغل ببخشید همین اراذلای تحکیم وطنی، ببینم کسی میاد زبون باز کنه؟ اصلا علتش چیه که انقدر انقلاب ما دیر شده به تأخیر افتاده 4 ساله 5 ساله؟ شاید اصلا اینا دور این آقا قرار گرفتن. همه چی نیستش که بگیم ما اعلیحضرت اینو گفته ما بگیم چشم. نه تا یک جایی چشمه، تا یک جایی هوش مبارزاتیه. من از 3 تا سوال از شما پرسیدم، گفتم شما آقای حسین رونقی قبول دارید؟ گفتید نه. گفتید نرگس محمدی؟ نه. گفتم حاج آقا میلانی چی؟ گفتید نه. ولی ایشون 3 تاشون رو زمینه داره. شما چه تضمینی میکنید که این آقا پس فردا اصلا در قالب همینا نیامده باشن، نزدیک نشده باشن؟ به هر حال من اینا رو از آقای نصیری میپرسم. من همین الان ببخشید من الان برای یکی از همین حضاری که اینجا من داخل براشون فرستادم. من با مدرک همیشه صحبت میکنم، من الکی نمیام بالا. درست. من شاید استوریای منو شما ببینید میبینید اصلا درباره فوتبال، اصلا درباره مسائل سیاسی نیست، ولی پشت پرده شاید 4 تا کار دیگه انجام بدیم ما. درست. من حالا نمونه بارزشو برات، حالا سرشاخه‌هاشو فعلا براتون گلچین کردم، حالا ریزه شاخه‌هاشو برید در بیارید میفهمید کیا به کیا اتصال دارن. حالا ولی دوست داریم که خوب دقت کنیم همیشه رو اصول احساسی. ما ایرانی‌ها ایرادی که داریم احساسی عمل میکنیم. مسئله احساسی و مسئله هوشی خیلی فرق داره. من مزاحم وقتتون نمیشم. خواهش می‌کنم. من اگر اجازه بدید خانم گلبرگ هم صحبت کنم. خانم گلبرگ بفرمایید. من فقط می‌خواستم یه چیزی بگم. من اگر یک کسی رو فالو میکنم ممکنه از مثلا خانم لغت به عنوان فضولی باشه که برم ببینم تو صفحه‌اش چه خبره. نه نباید فالو کنید، باید برید تو صفحه‌ش رو ببینید، ولی فالو کردن اشکال داره. خب پس آقای نصیری هم میتونست همین کارو بکنه. راست میگید که مثلا می‌خواسته ببینه چقدر، ولی خب باید ازش بپرسید که همین دوره میتونین این مسئله رو توضیح کنین. من ممکنه برم، من خیلی ها رو میدونم که پادشاهی هستن، تو فامیل خودم مخالف پادشاهی هستن، ولی تمام پادشاهی خواهان رو به خصوص شاهزاده رو فالو میکنن. این فضولیه ببینم چه خبره. نه خانم گلبرگ، همینجوری که خانم محبی گفتن شما میتونید به قول خودتون برید تو صفحات فضولی بکنید و برید اونا برای چی باید بکنید؟ نباید بکنید. میگم بچه آقای نصیری فالو کرده. آها اوکی. ولی میشه تو هر صفحه رفت ولی نری دنبالش بشه، یعنی دنبال روش نشی که به تعداد فالوورای اون اضافه بشه. من مثال زدم، گفتم تو فامیل من آدمایی هستن که مخالف پادشاهی هستن.
ولی پادشاهی خواها رو فالو میکنن. میرن پادشاهی خواه رو فالو میکنن که ببینن با هم چی رد و بدل میکنن و چی میگن و این. تو هم ممکنه سفر رو امروز ببینی 3 روز دیگه نبینی 5 روز ببینی، وقتی فالو میکنی براتون اتوماتیکلی میاد. درسته؟ آقای نصیری یا این ور یا اون ور دیگه به گفته خودتون، یا این که میخواد فضولی کنه یا واقعا فالوورشونه، جور دیگه که نمیتونه باشه. و منظورم به جواب این آقا بود. بله. به هر حال من این یک سوال پیچیده است و من میگم اینم باید همینی که من همیشه میگم یا منم یاد گرفتم، میگم ما قبول میکنیم ولی باور نمیکنیم، باید حواسمون باشه. حواسمون باشه. همین. چیز دیگه ای نمیتونم بگم. اگر که صحبتی نیست بانو فریال یا بانو گلبرگ حرف آخر رو بزنید که من لایف رو ببندم. مرسی. نه منم صحبتی ندارم. مرسی از شما. خواهش می‌کنم. حتما باشی که حتما آقای متین منانی رو در یوتیوب حمایت کنیم و ببینیم درخواستشون چی هست و واقعا درخواستش رو پخش کنیم، کمکشون کنیم. پس فردا شب ساعت 8 شب